دستگاه یه کابلی داره بهش میگن کابل ویجیه. خب دوستا آبیه به مانیتور میکنه. اینا رو تو نصب بهتون نشونم. این میاد وصل میشه به چی؟ وصل میشه به یه مانیتور. درسته؟ پس شد دستگاه DVR وصل میشه به یه مانیتور. خب میخوای این وقت بشینم؟ این وصل میشه به یه مانیتور. این شد یک، یه دستگاه میخوایم، دو، یه مانیتور میخوایم، سه. حالا سه چی میخوایم؟ سه یه دونه هارد میخوایم. خب HDD بهش میگن، هارد دیسک درافت. هارد یه دونه هارده که میره چی؟ این میره توی دستگاه پیچ میشه. فیلم‌ها روی هارد ذخیره میشه. دیدی مثلا یه یارو میره دزدی هارد دستگاه رو میبرن؟ این اگه دستگاه تو ببرن یا هارد تو ببرن تمام فیلم‌ها رو بردن. پس چی شد؟ سومین چیز چیه؟ هارده. ما یه دونه هارد میخوایم. حالا این هارد ظرفیت داره 500 گیگ، 1000 گیگ، 2000 گیگ، 4000 گیگ، 8000 گیگ. دیدی گوشید مثلا ظرفیت داره رمش 128 گیگ فلان. این 500 گیگ 1000 گیگ اینجا اضافه میشه. هارد 500 مثلا 700,000 تومانه. برای 4 تا دوربین 3 روز ذخیره میکنه. هارد 1 ترابایت یه هفته ذخیره میکنه برای 4 تا دوربین با کیفیت. 2 ترابایت 2 هفته ذخیره میکنه. هر چی حجمش بالاتر بره هم قیمتش بیشتر میشه هم فضای ذخیره سازیش. مثلا دوباره بخوایم پرکی شد باید تخلیهش کنه دوباره. دستگاه خودش تنظیمات داره. مثلا ذخیره میکنه 1 2 الی مثلا 30 روز. مثال میگم حالا 31مین روز دیگه جا نداره. میاد روز 1 رو پاک میکنه، 31 رو جای اون میذاره. بعد میاد مثلا روز 1 مثلا مهر رو خب چیکار میکنه؟ دو شهریور رو پاک میکنه، 1 مهر رو میذاره. یعنی خودش این کارو میکنه. حتی پر میکنه. یعنی میاد تا تک پشت خودش اتوماتیکی کارو میکنه. ولی همیشه 30 روز فیلم ضبط شده یا 14 روز یا 7 روز بسته به ظرفیتش توش داریم. چهارمین چیزی که می‌خوایم چیه؟ پاور سویچینگه. چهارمین چیز پاور سویچینگ. پاور سویچینگ چیه؟ برق دوربینا رو تامین می‌کنه. پنجمین چیز که می‌خوایم چیه؟ دوربینه. این دوربینه. این دوربینه. داره اینجا رو می‌بینی. این دوربین 2 تا کابل داره. می‌بینی 2 تا کابل داره؟ یه کابلش که بهش میگن BNC پیچیه میاد پشت دستگاه پیچ میشه. یه کابلش که برقشه میاد میره توی پاور سویچینگه. حالا ما کابل داریم ترکیبیه. 2 تا کابل به هم چسبیده. خب 2 تا کابل به هم چسبیده. این شکلی کابل. این به این کابل تکیه میگن RJ59 یا کوآکسیال. همین کابل ماهواره است. به خود ضخیم‌تر. اینی که بغلش چسبیده برقشه یکیش قرمز یکیش مشکی مثبت منفی دوربینه. خب به این میگن کابل برق که به این میگن کابل برق نیم 75 کابل 1. دیدی مثلا اسم در قطرش سایز کابل در یک میگن 2 در نیم میگن این کابل است. پس کابل تکیش به این کابل به کل کابل میگن کوآکسیال. 2 تا باشه برقش بهش چسبیده باشه میشه ترکیبی. تکی باشه میشه کابل کوآکسیال ترکیبی. حالا اینی که پیچ میشه بهش اینی که شیلد داره خب با مغزیش میره توی BNC یه سوکتی هستش که اونجا پیچ میکنه. اون نریه دیگه میره تو مادگی. این سوکت BNC درسته پیچیه اینجوری حالت پیچ داره. این مغزیش میره تو مغزی شیلدش میره دوش. حالا نحوه سوکت زدن BNC هم بهتون میگه. پس این کابل تکیه میاد پشت دستگاه کابل برق هم میره پشت پاور. آره حالا شاید این سیمی که داری میکشی تا اینجا با هم باشه اینجا باید اصلا جدا بشه. این سرم که میاد اینجا هم جدا میشه دیگه. یکیش میخوره به اون برقه یکیش میخوره به این اون دو شاخ سیمی که اونجا داریم دیگه اون یه سرش میشه اینجا یه برق سرش میشه اونجا. دقیقاً یکیش برق میره پاور یکیش هم میره برای دوربین. پس شد پنجمی دوربین. ششمی چیه؟ ششمی خود همین کابل است. کابل هم میخوایم دیگه. خب
بعد سوای بر این دیگه چی میخوایم؟ آها شاید داکت بخواد، یه جایی رو مثلا بخوای ببریم مثلا این سیم تو داکت بره، یه جایی بیرون توی چیز میره، فلکسی میره، یه جایی با بست مخابراتی میچسبونه. کل چیزی که ما میخوایم اینه. اصل کار همین چند قطعه ساده ایه. مثلا میگم میری توی یه مغازه، خب این مغازه است، میگی مانیتور تو کجا میخوای بذاری؟ میگه اینجا میخوام بذارم. بعد دستگاهشو میذاری تو سقف بازه، بیا یه دونه رک یه محفظه آهنی میذاری اونجا، دستگاهشو بغل مانیتورش وصل می‌کنی به مانیتورش، یه دوربین اینجا میذاری، یه دوربین اینجا میذاری، یه دوربین تو کوچه میذاری، یه دوربین هم اینور میذاری که اینا همدیگه رو آره دی وقتی میسپاره به خودت میسپاره به خودت میگه خودت میام کجا. بعد چیکار می‌کنی؟ از هر دوربین یه دونه سیم جدا میاری توی دستگاه. از هر دوربین یه سیم جدا میاری توی دستگاه. بعد یه سیم چند بعد پاور هم دیگه دوباره جدا میشه دیگه، یک میری تو دستگاه یکم تو پاور دو شاخه میشه دیگه. آره اینم پاورت اینجا دیگه جدا می‌کنی برقاشو تصویراشو. اینا الان اون دستگاه چیه؟ چاره؟ این دستگاه چهار این آره. پاوره. این پاوره یه دیگه پاور برقشه. سویچینگه و برق دوربیناست. میدونم هر چند تایی که دوربین وصل بشه برقشو میشه با اون وصل کرد. این گزینه ریزی که اشاره کرد. پاور چند هر دوربین 12 ولت 2 آمپر برق مصرف می‌کنه. خب اگر ما یه جایی یه دوربین داشتیم یه پاور 12 ولت 2 آمپر می‌گیریم. ولی اگر شد 4 تا پس ما باید یه 12 ولت 8 آمپر بگیریم، چون 8 نداریم 10 آمپر می‌گیریم. چقدر هم داره درسته؟ آره جای پیچ میشه. پس ما 2 آمپر داریم، 2 آمپر داریم، 5 آمپر داریم، 10 آمپر داریم، 20 آمپر داریم، 30 آمپر داریم، 45 این وصل برق دیگه. آره دیگه. خب برق اگه بره چی؟ برق بره کل دوربینا از کار میفته. اون نیرو ذخیره نداره تو پاور. اون بحث نیرو ذخیره یه چیزیه به اسم UPS برق اصراری که اینم خودش دیگه دنیاییه دیگه. با طرف بخره بذاره اونجا. بخره یه رشته برق مثل باتری ذخیره. یه رشته برق باید به ما بده. این بینم یه محافظ برق همیشه بذارید که مثلا دوربین چون نوستان برای نوستان. این کل بحث نصبه. حالا اینو عملی باید تست کنیم. فقط تئوریشو دارم میگم که بدونید چیه. این چیزی که بهتون گفتم برای دوربینه دیجیتاله. خب ما چند مدل دوربین داریم. من اینو پاک کنم. اولین بار دوربین رو کشور آلمان اختراع کرد. اولین بار دوربین آلمان اختراع کرد. دوربین چیکار